صبح 18 اپریل رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده و شهردار خوجند فردوس شریف زاده از جریان ساختمان مکتب اکسفورد دیدن کردند. این مکتب برای 450 خواننده را که در قسمت شمال و شرقی خوجند به طرز اصول خاص معماری شبیه دانشگاه شهر قدیم اکسفورد بریتانیای کبیر صاحبکار شناخته تاجیک سید مراد دولتوف ساخته ایستاده است. قرار است ساختمان مکتب اکسفورد در خوجند در عرفه جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان که ماه سپتامبر سال جاری تجلیل می شود به انجام رسانیده شود و مکتب جدید الکی در سال نو تحصیل سال 2021-2022 مورد بهره برداری قرار بگیرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات شهرداری خوجند در ساختمان مکتب اکسفورد فعلا 70 نفر کار میکنند. بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه نورسان و جوانان دانشمند هدف اساسی تشکیل این مکتب نام برده می شود. مؤسس مکتب سید مراد دولتوف گفته است که می خواهد در اینجا اصول تعلیم بین المللی و زمانوی را راه اندازی نماید. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده به مؤسس مکتب اکسفورد دستور داده است که کارهای ساختمانی را طبق نقشه و با صفت انجام داده به کارهای آبادانی حدود مؤسسه نیز توجه نشان دهند. رئیس ولایت اظهار امیدواری کرده است که دستپروران این مؤسسه تعلیمی معاصر در آینده به مکتب‌های عالی اروپا داخل شده به وطن و ملت خویش خدمت صادقانه خواهند کرد. دانشگاه اکسفورد و کمبریج بریتانیای کبیر از جمله مؤسسه‌های تعلیمی خیلی شهرتمند و بانفوذ عالم به حساب می‌روند و تحصیل در چنین مؤسسه‌های سطح جهانی آرزوی هر یک نورس و جوان میباشد. اما برای داخل شدن به این گونه دانشگاه‌ها آمادگی عمیق و همه‌جانبه داوطلبان ضرور است. آماده کردن شاگردان برای شامل شدن به دانشگاه‌های معتبر چون اکسفورد یکی از هدف‌های فعالیت مکتب اکسفورد در خوجند خواهد شد. سید مراد دولتوف 43 ساله زاده دهه درغ نویه عینی بیشتر با بیزنس ترینینگ ها نام برآورده بود ولی وقتهای آخر به تجارت واقعی نیز زیاد رو می آورد. بهار سال 2020 در نویه اسپیتامین در حضور پرزیدنت امام علی رحمان گرمخانه اینواسیونی و حفظ ماهی سید مراد دولتوف افتتاح شده بود.